سلام. دسته منتخب تاجیکستان با امارات متحده عرب رقابت خواهد کرد. محمد یعقوبов برای به دست آوردن کمربند قهرمانی تشکیلات WBC مبارزه می‌برد. همه این و دیگر خبرها در نشر امروز برنامه. تیم ملی تاجیکستان اوید به فوتبال بعد مساوی با چین، شکست از قطر و غلبه تاریخی بر لبنان با کسب 4 گل در گروه A مقام دوم را اشغال کرد و به مرحله 8 فینالی راه یافت و اکنون با تیم امارات متحده عرب قوا آزمایی خواهد کرد. بازی میان دسته‌های منتخب تاجیکستان و امارات متحده عرب روز 28 ژانویه در شهر دوحه برگزار می شود. واخوری ساعت 21 به وقت دوشنبه آغاز می شود. اکثریت تحلیلگران فوتبال و اداره‌های بوکمکری در این رقابت امکانات تیم امارات متحده عرب را نسبت به تیم تاجیکستان بیشتر بها می‌دهند. اما کارشناسان وطنی باشد غالب این بازی منتخب تاجیکستان را می‌بینند. تیم امارات متحده عرب در این بازی امکانات بیشتر دارد، زیرا آنها تجربه اشتراک در این مسابقه ها را دارند و حتی سال 2019 نشان برنجی جام آسیا را نیز صاحب شدند. اما این ورزش است و پیشگویی نشونده. یادآور می‌شویم که قبلا منتخب تاجیکستان با امارات متحده عرب 2 مرتبه واخورده بودند. در بازی دوستانه سال 2020 امارات خودش را خوبتر نشان داد و با حساب 3-2 بر منتخب تاجیکستان غلبه را به دست آورد. در واخوری دوم ماه مارس سال 2023 باشد دسته‌ها مساوی کردند. در بازی نوبتی آنها کی غالب می‌آید؟ حتما فکر خود را در پایان این نوار نویسید. محمد یعقوبov مشتری نامدار تاجیک اکنون برای به دست آوردن کمربند قهرمانی تشکیلات WBC در وزن 60 کیلوگرم مبارزه می‌برد. محمد یعقوبov از کمترین ورزشکاران تاجیک است که در سمت باکس موفق شده است. او 28 سال دارد و خیلی سالهای زیاد است که در این نمود ورزش تمرین می‌کند و پرچم کشور را در مسابقه‌های جهانی بالا می‌بردارد. محمد یعقوبov زاده شهر اصفهان بوده تا امروز در کارنامه شخصیش 21 غلبه و 1 باخت دارد. او در آخرین محاربه خود با پابلو ویسنتی رقیبش از کوبا غلبه کرد و امکانات مبارزه با مشتری آمریکایی اوشاک فاستر قهرمان این تشکیلات را به دست آورد.